دو تا فن دور کند و دور تند پراید اینجاست، زیر قمقمه آب، زیر مخزن انبساط رادیاتوره. خب این دوتا رله های دور تند و کند پراید هستن. حالا اصلا فرض کنید من اصلا نقشه خوانی هم بلد نیستم، اصلا نقشه هم نگاه نکردم، چون ما برای هر کاری نباید بریم سراغ نقشه، یه تکنیکایی باید به صورت عملی بلد باشیم. ببینید من این رله ها رو در میارم، اصلا نمیدونم هم کدوم دور تنده کدوم دور کنده. ببینید نکته اول، ببینید اینجا دو تا سیم نازک اومده توی پایه، دو تا سیم ضخیم. قطعا سیمای نازک 85 86 رلن، سیمای ضخیم 30 و 87 رلن. همیشه سیمای نازک سیم تحریکن، توی هر خودروی اینو توی ذهنتون باشه. حالا من میخوام بفهمم که این مربوط به کدوم فن هست، دور کنده یا تنده. یه سرش میکنم، یعنی پایه 30 و 87 به هم وصل میکنم به این شکل. دور تند فنه، درسته؟ خب لام تست دارم، میخوام ببینم که اصلا تحریک این رله میاد یا نمیاد، چون اگه این رله عمل نکنه دو حالت بیشتر نداره، یا رله سوخته یا اینکه تحریک نمیشه، یعنی مثبت منفی تحریکش نمیاد، عمل نمیکنه. گفتیم که مثبتش از سمت رله دوب میاد، درسته؟ پس من انبار رو میزنم به قطب منفی. اینجا باید یکیشون مثبت بهم بده. سویچو باز کن میزنم. بیا خب رله دوب عمل کرد. ببینید مثبت تحریک روی پایه میاد. موقعی که موتور گرمه، دماش به اون دمای کارکرد رله برسه، باید یه منفی از ECU براش بیاد. یعنی من انبار رو میزنم به مثبت، این دفعه باید یه منفی روی این پایه بیاد. مثبت هم که از رله دوب داره، این رله باید عمل بکنه. اگه عمل نکنه دیگه قطعا رله مشکل داره. یعنی وقتی تحریک رله روی پایه باشه، رله عمل نکنه، رله مشکل داره. درسته؟ از اینجا هم که یه سره میکنم فن روشن میشه، معنی چیه؟ موتور فن هم سالمه، سیم کشی از رله تا موتور هم سالمه. ببینید نیاز به نقشه خوانی هم نداشت. بدون نقشه خوانی من از سر رله مسیر سیم کشی رو تست کردم.